امروز مسئول خدمات شناسنامه‌دهی و پاسپورت‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئله این طوری که شهروندان ادعا میکنند نیست. آنها کاملا یعنی مقابل با ریش داشتن پاسپورت خارجی نیستند. برعکس آنها میخوان که وقتی پاسپورت خارجی داده می شود باید ریش آنها به ترتیب کوتاه و با نظام باشد، چون که آنها با پاسپورت خارجی بیرون از تاجیکستان میروند و باید با یک چهره زیبا و گیرا باید به خارج کشور سفر کنند. اما ساکنانی که امروز به ما مراجعت کردند آنها از سن 50 بالا هستند. یک ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت با ما گفت که وقتی که بعد از اون که برای دریافت شهادتنامه رانندگی اجازه با ریش گرفتن شهادتنامه را دریافت میکند، اما بعد آن که به خدمات شناسنامه‌دهی و به قیدگیری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت میکنند به اون جواب رد میدن و میگویند که با ریش اجازه یعنی پاسپورت خارجی دادن ناممکن است. و میگوید وقتی که اون ادعا کرد از این اداره به او گفتند که تنها از سن 60 بالا اجازه پاسپورت خارجی باریش داده می شده است و دیگر سن پایان داده نمی شود. همین طور با این ادعا را یکی از ساکنان دیگری تاجیکستان از ناحیه حصار که سنش به 55 رسیده است و میخواد که به روسیه رود و در اونجا که پسرش دانشجوی دانشگاه اوفا است میخواد او را خبر بگیرد، ولی در آویر یعنی که اداره شناسنامه‌دهی و به قیدگیری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عیناً او را همین گونه پاسخ رد دادند و گفتند که باریش یعنی پاسپورت دادن نمی شود. اما طور پیشتر گفتم آویر یعنی اداره شناسنامه‌دهی و پاسپورت‌دهی تاجیکستان میگوید که باید ریش کوتاه، زیبا و شنم باشد تا اینکه به نظر هر بیننده یک توجه نادرستی را یک فکر نادرست را به میان نآورد. نمایندگان این اداره یعنی آویر گفتند که آنها من بعد باز هم این مسئله را میآموزند و جواب درست و دقیق به شهروندان خواهند داد.